فرو همزن نداری و دوست داری خودت یه کیک درست کنی؟ پیشنهاد من همین کیک اسفناج و گردوه. فاطمه هستم، به آشپزخونه من خوش اومدی. ابتدا اسفناج و روغن رو داخل غذاساز میریزیم و هم میزنیم تا یک دست بشه. حالا این طرف کار تخم مرغ، شکر رو خوب هم میزنیم تا کرمی و کشدار بشه. حالا بهش گلاب اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم. حالا شیر رو بهش اضافه میکنیم، دوباره به هم زدنمون ادامه میدیم. حالا مخلوط اسفناج و روغن رو به موادمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. آرد رو کم کم الک میکنیم و هم میزنیم. دوباره برای پیمانه دوم بیکینگ پودر رو به آرد اضافه میکنیم، دوباره الک میکنیم، دوباره هم میزنیم تا یک دست بشه. دوباره پیمانه سوم رو به کیکمون اضافه میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشه. کف قابلمه رو چرب و آرد پاشی میکنیم، بعد مواد رو بهش میریزیم روی اجاق گاز با حرارت خیلی پایین بهش دم کنیم میذاریم. حدود 40 دقیقه طول میکشه تا بپزه. چنگال رو میزنیم، اگه مواد به چنگال نچسبه یعنی پخته. حالا سطح کیک رو صاف میکنیم، با یه نخ به 3 قسمت تقسیم کردیم. حالا خامه قنادی رو با همزن فرم میدیم. حالا یک لایه از کیک رو میذاریم، روش رو با شیر مرطوب میکنیم به این شکل. بعد از خامه فرم گرفته به این شکل میزنیم و با پاله صافش میکنیم. بعد یکی از لایه های صاف رو برای لایه آخر نگه دارین حتما. حالا از گردو و تکه های موز برای لایه ها استفاده میکنیم. دوباره لایه بعدی رو با شیر مرطوب میکنیم، روی لایه بعدی میذاریم، همین منوال تا آخر ادامه میدیم. دورش رو با خامه دوباره صاف میکنیم. چون میخوایم روش رو با گردو تزیین کنیم نیاز نیستش خیلی صاف بشه سطحش، همین یه مقدار خامه مالی کافیه.